با سلام و درود خدمت همشهریان عزیز و مسئولان محترم. قلبمان به درد می آید وقتی می بینیم جاده‌ای که شریان حیاتی منطقه الند است از پل قزلاقل به بعد دیگر رمقی برایش باقی نمانده. این بیش از 30 کیلومتر خاک و سنگ فریاد بی صدای مردمی است که هر روز با دلی پر از امید به کار و زندگی می روند و با ماشین خسته و دلی نگران از آسیب‌های مالی باز می گردند. اینجا دیگر فقط جاده خاکی نیست، رگ‌های این سرزمین است که از شدت بی‌توجهی تبدیل به زخم‌های عمیق و پر از سنگ شده‌اند. مگر می شود هر بار که ماشین از اینجا می گذرد هزینه‌های میلیونی روی دست صاحبانش بگذارد و کسی صدایش را نشنود؟ مگر می شود دلی نگران از سلامت خودرو جانش را به دست این مسیر پرخطر بسپارد و چشمی از مسئولان به آن نیفتد؟ بارها گفتیم، بارها نوشتیم، بارها التماس کردیم، واژه‌ها دیگر نوعی برای بیان این درد ندارند، اما امیدمان به عدالت و وجدان بیدار مسئولان هرگز خاموش نمی شود. شما که دغدغه آبادانی ایران عزیزمان را دارید، شما که سوگند به خدمت مردم خوردید، لطفاً به این فریاد مظلومیت گوش بسپارید. این فقط یک جاده نیست، زندگی و معیشت مردم این دیار است که در گرو رسیدگی شماست و شما همراهان همیشگی و همشهریان غیور. دست یاری شما قوی ترین صدای است که می تواند این درد را به گوش مسئولان برساند. یک لایک، یک کامنت، یک اشتراک گذاری از طرف شما می تواند موجی از آگاهی ایجاد کند که هیچ سنگی را یارای مقاومت در برابرش نیست. دریغ نکنید از حمایتتان که دستان گرم شماست که این چراغ امید را روشن نگه می دارد. ممنون از همراهی همیشگی و بی‌دریغتان.